درود خدمت شما عزیزان. با یه انرژی خانی در خدمتتون هستیم. دستتون رو بذارید روی قلبتون. برای احساس کیس عاطفیتون میخوایم ورق بریزیم با 2 تا ورق تاروت فرانسوی و لنورماند. نیت کنید 3 بار اسم کیس عاطفیتون رو تکرار کنید. خب فال داره به همون میگه که اولا که یک دیدار خیلی خوب دارم براتون میبینم، دیداری که همراه با انرژی مثبت و حال خوب هست برای هر دو طرف. برای اونایی که رابطه سرد هستش، گرم شدن و بهتر شدن ارتباط رو داره به همون نشون میده. روی کیس عاطفیتون غم و ناراحتی هست که ربط به مسائل ارتباطی بین شما عزیزان داره و انتظار داره میکشه تا این ناراحتی ها، این دغدغه ها کنار بره و صبر کرده، روی ارتباط صبر کرده. احساسش بهتون عشق هست، دوست داشتن و علاقه رو داره بهمون نشون میده، حس خوب رو داره نشون میده، حسی که قرار بیشتر هم بشه، یعنی پیشرفت رو ارتباط رو داره بهمون نشون میده. روی 3 تا 4 وعده زمانی رو من دارم میبینم براتون که پیشنهاد محکم کردن ارتباط و اینکه برای بعضیا همخونه شدن، برای بعضیا حتی پیشنهاد سند شدن و ازدواج میتونه باشه. کیس عاطفی توی ذهنش این هستش که بتونه رابطه رو پیشرفت بده، ولی یه سری موانع رو من دارم میبینم که روی این ارتباط وجود داره و منتظره که این دغدغه ها و موانع به ترتیب برطرف بشه و رفع بشه. برای اون دسته از عزیزانی که رقیب دارن، داره به همون میگه که حذف شدن رقیب 100% هستش و میتونه رقیب کنار بره و این یه خودش یه مانع حساب میشه. داره به همون میگه که مال اون دسته عزیزانی که کیس عاطفیشون مجرد هستن، یه اختلاف و مشکل خانوادگی رو هم دارم میبینم. حتی میتونه این سر ارتباط باشه، سر برقرار کردن رابطه باشه، محکم کردن رابطه باشه و یه اختلاف رو روی این مسئله داره به همون نشون میده. ولی چیزی هستش که روی زمان میتونه رفع بشه و برطرف بشه و باز اینجا وعده 4 رو داره روی این مسئله به ما نشون میده. داره به همون میگه که میتونه ارتباط یک تایمی به حالت راکت باشه، یعنی اصلا حرکت نکنه، رو به جلو نره، از حوصله 2 طرف خارج باشه، ولی یک تایم موقت رو داره به همون نشون میده. ممکنه در شرایط فعلی طوری باشه که حس رضایت برای 2 طرف نباشه، یعنی از سمت 2 طرف داره به همون نشون میده که یه جورایی از حوصله 2 طرف خارج شده، ولی باز اینجا به ما داره میگه روی زمان این قضیه میتونه حل بشه و برطرف بشه و رابطه میتونه پیشرفت بکنه. گرم شدن ارتباط 100% میتونه باشه، فقط زمان و صبر رو داره به همون نشون میده. امیدوارم که همه به آرزوی قلبی خودشون برسن و اون چیزی که براشون خیر هستش مقدر بشه. بهترینا رو براتون آرزو میکنم.